He has a big belly. او شکمکلان می باشد. سلام علیکم دوستدارانی забономӯз. خوش آمدید به کانال ما Englishkada. امروز می خواهم با شما در موضوع وصف آدمان و عضوهای بدن صحبت نمایم. بیایید رفتیم. Describing people. وصف آدمان. General description. وصف عمومی. What does he or she look like? او چگونه هست؟ My brother is quite tall and well built. برادرم خیلی قد بلند و تنومند می باشد. Firdaus, who I work with, is short and a little overweight. فیردوس که من با او کار میکنم قد پست و کمی فربه می باشد. My friend Farooq is medium height and really slim. رفیق من فاروق میان قد و خیلی لاغر می باشد. How tall is he? قد او چقدر است؟ He is 175 centimeters. قد او 1.75 سانتیمتر می باشد. How tall are you? قد شما چقدر است؟ I'm average height. من میان قد می باشم. What does she weigh? یا که how much does she weigh? وزن او چقدر است؟ She weighs about 60 kgs. او تقریبا 60 کیلوگرم می باشد. What do you weigh? یا که how much do you weigh? وزن شما چقدر است؟ I weigh around 85 kgs. وزن من تقریبا 85 کیلوگرم می باشد. I'm a bit overweight. من کمی فربه می باشم. She is slim. یا که she is slender. او لاغر می باشد. He is well built. او تنومند می باشد. He has a big belly. او شکمکلان می باشد. He, she is very good looking or attractive. او خیلی زیبا می باشد. They are beautiful. آنها زیبا می باشند. You are handsome. شما زیبا هستید. He, she is not attractive. یا که he, she is ugly. او زیبا نمی باشد. Vocabularies. لغات ها. Tall. بلند. Normal. Average. Medium. Height. میان قد. Short. کوتاه. قد پست. Strong. Weak. پرزور. ضعیف. Well built. تنومند. Slim. Slender. Thin. خراب. کمر باریک. Average weight. میان وزن. Overweight. Fat. فربه. Describing hair and eyes. وصف موی سر و چشمان. How long is your hair? موی سر شما چقدر است؟ It's short. Medium length. Long. موی سر من کوتاه. میانه دراز می باشد. What color is her hair? موی سر او چگونه است؟ Her hair is blonde black. موی سر او طلایی سیاه می باشد. What kind of hair does your sister have? موی سر خواهر شما چگونه است؟ She has straight, curly, wavy hair. او موی سری راست
جینگله موج مانند دارد. She has long blonde hair. او موی سری درازی طلایی دارد. He is bald. او به موی است. They have got brown, grey, blue eyes. آنها چشمان قهوه رنگ، سبز و کبود دارند. He has got a bird mustache. او ریش مویلب دارد. Vocabularies لغت ها: bald به موی، straight راست، hair موی سر، bird ریش، mustache موی لب. بیایید اکنون با گفتن عضوهای بدن آغاز میکنیم. head سر، face روی، eye چشم، ear گوش، cheek رخساره، چین زیری منه، nose بینی، neck گردن، shoulder کتف، mouth دهان، lip لب، tooth teeth دندان دندانها، stomach شکم، chest قفس سینه، waist میان، wrist بند دست، hand دست، back پشت، arm دست تا اورنج، thumb انگشتی کلانی دست، fingers انگشتان دست، knee زانو، leg پای تا ران، foot feet پای پایها، toes انگشتان پای. تماشابینان عزیز و گرامی، هیچ وقت از یاد نبرارید که آبونه شدن شما مسئولیت است بر ما. تا ویدیو آینده، خدا حافظ.